بخشیده بر روز آموزگاران با تشبث اتفاق کسبه کارمندان معارف و علمی ولایت سوخت در شهر خوجند و ناحیه باباجان غفوروف اسپارتاکیاده ورزشی بین آموزگاران و کارمندان ساحه معارف ولایت برگزار شد. در این چهاربینی ورزشی که از روی نمودهای تنیسی روی میز و ششکای شахمات بین بانوها همچنین فوتبال خرد بین مردها برگزار شد. آموزگاران و کارمندان ورزش دوست ساحه معارف از مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌های ولایت و مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی اشتراک نموده ملکه مهارت خود را نشان دادند. من باوری کامل دارم که معارفچیان ولایت در تمام چهاربینی‌های ولایتی در سطح بلند اشتراک کرده و در این چهاربینی‌ها فعالانه اشتراک میکنند و جاهای نمایان را اشغال میکنند. ما آینده کوشش میکنیم که چنین چهاربینی را بین آموزگاران، بین جوانان، بین دانشجویان بسیارتر در سطح بلند گذرانیم. این چهاربینی ورزشی طی یک هفته در انشاءات‌های ورزشی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان و میدانچه ورزشی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 61 ناحیه باباجان غفوروف در سطح بلند تشکیلی جریان گرفته حکمان غالبان جایزه‌داران را معین نمودند. در نمود شахمات بین بانوها منیره حضرت و آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 27 ناحیه اسپیتامن صاحب مقام اول شد. نصیبت تردیبک و آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25 ناحیه اسپیتامن در نمود ششکه و نرگیزه توخته و آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 ناحیه اسپیتامن در نمود شахمات با گرفتن مقام‌های اول مشرف شدند. در نمود فوتبال خرد فوتبالبازان دسته شهر استرفشان در دور نهایی تیم ناحیه باباجان غفوروف را شکست داده صاحب جای یکم گردیدند. حریفان آنها صاحب مقام دوم و دسته دانشگاه دولتی خوجند صاحب جای سوم گردید. در مراسم پوشیده شوی این چهاربینی ورزشی نمایندگان ریاست معارف ولایت سوخت، فدراسیون اتفاقهای کسبه ولایت و رهبریت اتفاق کسبه کارمندان معارف و علمی ولایت مقصد برگزاری اسپارتاکیاده مذکور را در ترغیب طرز حیاتی سالم و جلب کارمندان با ورزش مفید ارزیابی نموده غالبان جایزه‌داران را با مدال افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی نمودند. قید کرده شد که منبع نیز از طرف اتفاق کسبه کارمندان معارف و علمی ولایت سوخت با مقصد رشد و عمومیت ورزش و جلب کارمندان به طرز حیات سالم منتظم همین گونه چهاربینی‌های ورزشی راه اندازی کرده می‌شوند. در بازی با من امروز در فینال دسته غفور دسته آموزگاران غفور بسیار پرقوت‌تر بودند و یا بهترین بازی کردند. 6 بار 5 غالب آمدیم. رحمت که امروز مسابقه تشکیل میکنند. ما آموزگاران با ورزش حواسمند میشویم و میخواهیم که طلبه‌های خودمون هم با همین ورزش مشغول شوند. بخشیده بر روز شهر خوجند با مقصد جلب کودکان و نوجوانان به ورزش در مؤسسه دولتی مکتب ورزشی رقم 1 مرکز ولایت سوخت مسابقه فوتبال بین دستپروران این مکتب ورزشی برگزار شد. در این چهاربینی ورزشی 8 دسته اشتراک نموده بین هم سبقت کردند. مسابقه در سطح بلند تشکیلی جریان گرفته نوجوانان با شوق و هوس زیاد ملکه مهارت خود را نشان دادند. در این میدان بخشیده به 32 سالگی استقلالیت دولت جمهوری اسلامی و بخشیده به روز شهر خوجند برگزار گردید. در این مسابقه 6 دسته اشتراک کردند. من امروز دسته هایی که در اینجا اشتراک کردند سین سال تولد 2011 2013 اشتراک کردند. مقصد اساسی ما وقت خالی خودشان را بیهوده در هر جا نگذرانده در همینجا آمده و مشق میکنند و در مسابقه اشتراک میکنند. در این چهاربینی ورزشی دسته‌های خوجند، سپارتاک و برس مهارت بلند نشان داده صاحب 3 مقام فخری شدند. در مراسم پوشیده شوی مسابقه به غالبان و جایزه‌داران این چهاربینی ورزشی تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند در فضای تنتنوی سپرده شدند. من خیلی فوتبال را دوست می‌دارم و خیلی مسابقه ها خیلی زیاد شوند. ما کودکان و نوجوانان به فوتبال آمده مشق میکنیم. در مکتب ما همه شرایط ها برای فوتبال مهیا است. کوشش میکنیم که مشق کرده آینده ما در دسته های لیگ عالی اشتراک کنیم.